این شد باک، ولی این رنگ نهاییش نیست. من اول اومدم با اسپری سیاه براق زدم به عنوان یک پوش رنگ یا همون آستر، که بعدش بیام با اسپری سیاه مات بلک بزنم روش که جذاب تر بشه. قبل از اینکه فیلم بگیرم سیاه مات رو زدم و الان نوبت کیلر زدیه. و اینم شد نتیجه کار. از خوشحالیم زیاد نزشته بود که رطوبت هوا همه چیز رو خراب کرد. دیگه استریج بود بکر همینطوری گذاشتن سری داشت. رنگ بود آخر پروژه خواهد بود.